داملوزیا واقعه اون شب شرفتان رو پس کرد میدونم، اما چی؟ کار شده شد، برگرداندن نمیتوانه. متاسفانه. داملوزیا از من چی میخواهید؟ من شما رو زور زنم؟ تنها مرا دوست داشتنت رو شنیدن میخواهم. شما رو التجا میکنم لطفا مرا شرمنده نکنید. خانم گوش کنید، این خیلی نکنید. با من مانند آدم بی انصاف رفتار نکنید. شما بسیار شخص بی وجدان هستید. من بی وجدان کرده ایستادم من؟ بله. آخر طاقتم تاق شده، عذاب کشیده ایستادم. درست زهرا، با آتش در داخلم بوده داد زده تو رو دوست میدارم گفتن میخواهم، اما داد زدن نمیتوانم، چون که برای داد زدن نفس کشیدنم لازم است. من باشم هنگامی به چشمان تو نظر کردم نفس کشیدن نمیتوانم. به چشمانم نگاه کردن نگفته ایستاده. درونم میسوزد. عذاب کشیدنم رو دیده اینقدر آرام ایستاده میتوانید؟ قلبم میسوزد. چه خیلی اینقدر بهیل شده میتوانید؟ من مگر عذاب نمیکشم، قلبم میسوزد. این کاری کردتان بسیار ظالمی است. بس هستی؟ در اصل شما بس کنید. باز همون گپ‌ها را تکرار میکنی. نکرده ایستادم. بله عیناً همون کار را نکرده ایستادم گفتم. کرده ایستاده ای. چی کار کرده ایستادم؟ چی کار؟ مایلش از شما خلاص میشم. مایلش راحت کردید، از من خلاص میشوید. زهرا چرا گریه داری؟ تو داملوزیا چرا نبیرم را میگی یا نه؟ شنیده هایم راست است؟ در حقیقت شما جدا شده؟ کنی جواب دهد، شنیده هایم راست است؟ در اینجا چیگه باشد؟ فرزندایم از شما پرسیده ایستادم، شنیده هایم راست است؟ جدا شدید؟ آی اینها جدا شدن، با خدا جدا شدن. شما نمیشنوید؟ زودتر به من جواب دید، جدا شدید؟ داماد به من جواب دید، جدا شدید؟ نکنید، جواب دید، حقیقتا جدا شدید. پدر جان خودتان رو غمگین نکنید، اینها انسان‌های جوانند، یعنی امروز جنگ میکنند سحر باز آشتی میشوند، چی خیلی جدا شوی؟ اخ داملوزیا، این اصولی نوی عشق است، نفهمیدم نگو. سفسطه نگو فروخ، آخر این کاری شوخی است. آنها قاطع شدند، چی خیلی جدا شوی؟ راحت بذارید آنها را، خودشان عاقبت آشتی میشوند. تو بسیار میدونی فروخ؟ بابا جان تنها شما آنها رو آشتی کرده میتوانید، التماس جدا نشوند. بس همتان خب کنید،
حالا نوبتی گپزنی از آنهاست. بله داملوزیا، اکنون تو را گوش دارم. یا خدایا، حالا اگر بگویم که جدا شدیم از هوش رفته میمونیم. آقا اگر راستش را شنیدن خواهد. بابا جان ما با زیا کمی جنگ کردیم. چرا جنگ کردید؟ آقا تو دیوانه هستی؟ چرا تیریزه رو شکستی؟ برای به تو رسیدن تیریزه یک طرف ایستاد، دروازه آهنی رو کجلا میکنم. سیلین جان. سیلین جان؟ تو چی سفته گفته ایستاده ای؟ از این بعد من تو همین خیلی مناسبت میکنم. سیلین جان، مناسبتی در بینمون بوده رو من از یک طرف میکنیم و تو میتوانی مرا لیاگویی. لوین تو چی گفته ایستاده ای؟ مگر باز بیمار نشده باشی؟ از اینجا رفت؟ سیلین جان، حالا شرم داشتنتان بسا طبیعی. عشقی که نسبتی من داره در حال اعتراف کنید. نمیگویم باور میکنید. من هم حالا بسیار شرم کرده ایستادم، اما محبتی که نسبت شما دارم این شرم رو پنهان میکنم. لوین حاضر از همین خونه همه چی رو گرفته به سر و یک پرتافتم محبت میکنم. فهمیدی؟ انا عشق آخر انسان ها رو به همین خیل حالت ها گرفتار میکند. چقدر عاشقانه مینمایی. سیلین جان، لوین تو بیمار هستی ها؟ تو چی سفته گفته ایستاده ای؟ از من چی میخوایی؟ چی میخواهم؟ عشق نسبتی من داشته‌تان را میخوام که آشکار اعتراف کنید. کمتر جسور بودنتان را، چه دانم حسیاتتان را با یک شکل آشکار گفتنتان را میخوام. برای حسیاتم رو آشکار کردن این داد زدنم لازم میآید. عزیزی من، تو رو دوست میدارم، گفتم داد زدن میخوام. ای سیلین جان، داد زدن لازم نیست. فقط مردک بار یک بار بگو که لوین من تو را دوست میدارم. لوین جانشم برای شما قربان میگه. تا این داد نزنم حسیاتم رو آشکار کردن نمیتونم. این داد چه خیلی داد؟ این چقدر ناز میکنید؟ ای خانم سلیم، شما ما رو با اینجا دعوت میکنید لوین بیا گپ زنید، بیا گپ زنید. بعد از آن باشد از بالا ایستاده با من ناز و کرشمه میکنید. این خیلی نمیشود آخر. چی؟ من تو رو با اینجا دعوت کردم؟ بله، شما با من مکتوب نوشتید. چه مکتوب؟ مکتوب عاشقی. چرا جنگ کردید میگویم؟ آقا من میدونه تو اویلدار شدنمون در اینجا زندگی نکردنم رو در محله اجاره گرفتنم رو گفتم. زوران زید برآمد. از همین سبب جنگ های اولین یعنی از همین سبب؟ بله، یعنی چرا با خونه ما نمیگذاری و اینجا میستی؟ من باشم گفتم تا اویلدار شدنمون در اجاره در محله میگیرفتگی هم میستم. البته که مناقشه سر زد. سبب در همین است؟ یعنی همین خدر؟ بله. من بعضی ها کمی فشار آوردم. عذر میپرسم. مایلش مهم نیست، اما برای به محله کشیدنم زید نمیبره. مایلش کشیدن اید شما؟ انا بین باز زید برامدیم. ها کشیدن یعنی؟ بس است اکنون دیگر جنگ نکنید. از برای گپای بیهوده جنجال میکنید ها؟ سمی جان، ما رو در این شبی بیدار کردن. هیچ چیز رو نمیفهمم. اینجا چه دارد؟ چرا در اینجا موندن نمیخواد آخر؟ جدا شدن داخل از همین سبب. آفرین آفرین فرزندانم، به خدا در حقیقت به هر جهتون آفرین. از فاتحه کردهتون چند روز گذشته؟ 2 روز. بخشش بابا جون، اصلا مسئله کوچک است اما من چون جنجال کردم کلون شد. داماد تا توی به هیچ کجا نمیروی، در اینجا با ما میمانی. آقا بسیار هم خوب فکر کرده. یعنی من هیچ نباشد تا اویلدار شدنم از محله اجاره گرفته اونجا زندگی کردن میخواه. مایلش خیر، مدامی قدر میخواهی خودت میدونی. از ما نرنجید، ببخشید که ما شما رو در نصف شب ناراحت کردیم. استغفرالله پسرم، هیچ گپ نیست. مناسبت شما ویران نشود دیگرش اهمیت ندارد. شما خاطر نشوید بابا جان، اگر ما مشکلی ها رو حل کردیم. خوب آقا اکنون به من اجازه دهید من روم.
از این دومولو ترسیدن لازمه. بین چه خیلی زود از مشکلی بیرون شد. این آدم چی مقصد دارد؟ چرا ترک میکنه؟ یک مسئله خورده که اینقدر کلام کردین از پاشا فیلم سوزانه ای بیا رویم. خوب رفتیم. خوبای خوش. یک دقیقه استم. ببین پدر جون. لوین گوش کن، اون مکتوب در حقیقت برای تو نبود. بسیار خطای کلان شده است، فهمیدی؟ نه عزیزم، یه در پیش چشم برای دیدنم این مکتوب را پرت افتید. عیناً مثل کینه رمانتیکی. لوین رومانگویی رو بحث کن. اون مکتوب برای تو نبود، نمیفهمی؟ یک دقیقه، شما حال هم به من ناز کرده ایستاده. شما از من شرم کرده ایستاده. شرم. مثل کینه هندی استی لوین خان. مرا گوش کن، حالا با تو چونان ناز رو نشان میدیم که عقلت رو گم میکنی، میفهمی؟ سلن ترامپ بسیار ناز نکن. به فروید بیا رو پارو گپ بزنه. مکتوب می نویسی با قفا میگردی. ای حالا هم میگوید که گپ زنیم. این آدم انیق دیوانه است. به خدا که تو دیوانه هستی. یک دقیقه با من نگر. اگر حالا نروی باکه اونا زنگ میزنم. باکه اونا؟ بله، زنگ زده ایستادم. تمام اینا میرم. دخشم دیوانه. دخشم کنم. نازش و کرده ایستاد است. خیلی دختر ناز داره. چونانه که میگن که دختر به ناز نمیشوه، آش به کرچکه و سازی. آخر دختر شرم میکنه. اونم ما را دوست میدارن، نکی چخیل عاشق بدنش بیان کرده نمیتونه. بچه لوین اندک مندک نید سیلیو. دومون از شما بسیار ممنون دارم. همه شاید نواقص کردن بسیار زیباست. اگر در مسئله به محل کشیدنتان اصرار نمیکردید باز هم خوبتر میشد. خانم زهرا، شما چی ها گفته ایستاده؟ درستی عقلم رو گم میکنم. یک بار دیگر از پشت شما با دروغ گفتن مجبور شدم. این رو برای شما نه، برای بابایتان کردم. فهمیدید ها؟ و من خیلی نگاه نکنید. از این پس برای شما یگان کار نمیکنم. بس است. ما آخر رشته شده بودیم. گوش کنید خانم، رفته همش رو با بابایتون فهمانید. حقیقت رو از شما فهمد همش خوب می شود. شبتان خوش. رفته همش رو با بابای فهمانده است. گویا آسان است. یک خوبی کردی و فرصت که یافتی در پروی می کشی. چقدر آدم یک روستن؟ ولی سمانوی. مادر جان، حالا اینها آشتی شدند ها؟ نه رفتارشون با من معقول نشد. انیق اینها جدا شدند. آخر میلشو در این خیلی مناسبت ها بحث های خود نمیشود. ای میلیس، تو چه گفته ایستاده؟ این هیچ بحث خود نبود. آخر چه؟ به نزدیک دومولوزی و فاتحه رو رد کند هیچ حیران نمیشود. دومولوزی رو هیچ کسی که با آسانی پرتفته نمیتواند، حتی زهرا هم. فرو، تو باز چه گفته ایستاده از برای خدا؟ زهرا این مناسبت رو دیگر این خیلی دوام داده نمیتواند، طاقت کرده نمیتواند. آنها یکدیگرشان را دوست می‌دارند. فرو، از برای خدا چه گفتن از رو میدونی ها؟ به خیرت چی مدرسا چی کار میکنی؟ دومولوزی از اینجا میرود. نباشد آنها جدا شدن؟ درا بابا جان، میدانم شما رو بسیار غمگین کردم. عذر میپرسم. مرا غمگین نکردی و کاری کرده که دامولازیا را رنجانده ای. معلوم که چیزی شده است. از سببی که دامولازیا به من گفتن نخواست برای به محله کوچیدن بهانه جوست. اما من این بهانه را قبول ندارم. بابا زهرا، من به تو تنها این را میگویم، چیزی در بینتان شده باشد
کشاله نداده هر چی زودتر حل کنید. مالش بابا جان. اگر یگان کاری کرده باشی که دل داملازیار رنجیده باشد، رفته زود دلش رو یاب. مالش بابا جان. خوب، میتوانی که روی. انشاءالله این دفعه با آن دو دیوانه روبرو نمیشوم. به هر حال این دفعه به مسجد میرسم، مانع نمیشوم. یا خدایا بیا مانع شود گویا که من برای بازی آیله دوری ساختن را دوام دادن مجبور هستم. برادر به فکرم ینگه زهرا تو را دوست می‌دارد اما گفتن نمیتواند. بسیار گرم نزن، راه گرده. شکر خدا این دفعه پسیتر کردم. این محله بسیار دیوانه داشته است. این دفعه این خبر شدم. آسیم تو با این و اون کسو میگفته که کسوی هم رو علاقه فرمو کردم. یکم استغفرالله، مگر این خیلی میگویم؟ خیر نباشه چی گفتی؟ البته قرضم رو میدیم. البته پرداخت میکنی. البته کنی کج پاید را بیار. زود کج پاید را بیار گفتم. یک آگاهی است، اگر یک بار دیگر پرداخت نمیکنم کج پای دیگر را هم آی تو کیستی؟ من در این محله آدمی سالیم را نمیبینم. دستشی من نابود شد. ایسا اینجا بیا. مرا سردی هست آخر. تو کیستی؟ برادر تو کیستی بختم؟ مرا سردی هست برادر. مرا این آخر. تو قهمانی ما بشوی. راه کر گفتم. این کار را دیده بود ندیدی. ای شوکت در بحرانی هم روز نمیدی و خودت یک چتر گیر آخیزی. برادر سانچی بود به چطر. از این بلود نیست ندار. ولی او هست آدمان تنانی دیونه نمیکبین چکو کنه ایستوده است؟ خدای توبه چقدر آدمی بدبخت بوده است. چرا او را دستگیر کرده باشم؟ از کجا دانم؟ اینها را بین و زوری با ماشین سوار دارد. نه بین سوار کردن نتوانسته ایستادند. او سوار نمیشود. این رفته ایستاده. برادر دخالت نمیکنیم. بگذار که او را برند. او را همه خیلی بگذاره. ای برادر بین حالش خوب است. ما برن گمش کنن. آخری که نمیشد رفته کمک رسم. کمک کردنی باشی رو من بیا میرم. رفته خانه یابون خوب تره. زهرا ها؟ با دومولوزی آشتی شده دن؟ ما قهره نبودیم آخر ملیس جان. زهرا جان با شما چشم رسید. بله چشم رسید. همین طوری انگه. اکنون بحثای دیروزه مورهای چشمی خورد میشوند. ها؟ اما دامولوزی ها با زهرا بسیار فشار میاد. سمی این را از کجا برآوردی ها؟ سرسته نگوی. آخر دیشب به نقطه اومدید که مگر نشانه فشار نیست، یعنی به فکری من. فشار نیست سمی. فهمیدی؟ نیست. اینها مسئله را بین خود حل کردند و موضوع پوشیده شد. کاش که با موضوع پوشیده شد گفتن. موضوع پوشیده شود. نشنیدی؟ موضوع پوشیده شد. سرگم نزد خورو کتاب خور. السلام علیکم. و علیکم السلام داملا، خوش آمدید. خوش باشید آقای کنان. احوالتون خوب است؟ رحمت. مرحمت کنید داملا. یگان مشکلی بود داملا؟ آدمان شما از این بلود گفتنی داملای ما رو برداشتن به فکرم. داملا؟ مشکل داملا بود است؟ مانند من امام مسجد است. داملا میدانید ما نسبتی داملا حرمتی به نهایت زیاد داریم. این خیل کارا نمیکنیم. این چل میشود. این چل داملا بود است؟ داملای قد پست، موهای سفید جنگله دار، ریشهایش سفید، باز در سرش
یک تاقی سفید دارد. آفرین نمود، احسن به تو نمود، بر پدرت لعنت. نخود شما داملوی مسجد را از بین بردارید ها؟ شما مگر خودتان را کی حساب میکنید ها؟ اکا داملو بودن شما از کجا میدونم؟ آخر او همه کارهای ما را دید، من هم او را دستگیر کرده آوردم. ادامت را گیر، خدا شما را زند، آن نه که شما را آورد. آقای کنون مالش اینقدر با آدمتان فشار نآورید. داملا من بسیار عذر میپرسم، شما هیچ خاطر نباشید. داملا من خودم با دستی خودم آورده میرسانم، مرحمت کنید داملا. باز همین تو؟ داملا برای نجات دادن شما آمدم. چه نجات؟ هر چیزی که بسرم آماده باشد همه از انجام شده. داملا شما چی گفته ایستاده؟ داملا زیا بسیار شخصی محترم، داملای قدردانمان است. او شخصا خودشان برای نجات دادن شما به اینجا زحمت کشیده آمدن. شما چی گفته ایستاده؟ چه قدردان؟ او داملای ساخته. داملای حقیقی منم. داملا شما چه ها میگی؟ بیاید رویم از اینجا. داملا این آدم چی میگوید؟ سرش زدگی معامله خوب کردن. رابینا با لباسهای داملازی را پشت ساخته کن. خودتون رو دارید وای بازنان خیلی گم نزنه. مالشو اما گفته بودید که داملا است؟ کمی به عقل است. یعنی سرش زدگی. چه سرش زدگی؟ من داملای حقیقی او باشد داملای ساخته است. اکای کنو من یک فکر دارم، هر اینها یک تاقی دعا خونند، بعد میفهمید که کدامش داملای حقیقی کدامش ساخته است. مایلش من روزی دعا میخونیم، سوره میخونیم، معلوم میگرده که داملای حقیقی کیست و ساخته کی. شب فکر کردم در اصل داملازیو چیزی گوید حق است. البته حادثه زاغ سیاه را ناموسش برداشت نکرد. مادر سفسطه نگوید اگر زهرا از داملازیو جدا شود چی می شود؟ این فرصت زهرا را در نزد بابایت پس کردن است. میلیس جان. در این باره اکنون دیگر یگان ذره گپ شنیدن نمیخواهم. اپا جان خوب هستی؟ خوبم. دینا شب بسیار خوب کردم، یعنی بر وقت خوب کردم. شاید از همین سبب سرم درد دارد. حالی جان از بسیار چیز دیر مونده. دیشب در خانه بسیار خواب و جمع شد. چی؟ زهرا و داملازیو جنگ کردند. ینگر شما مثل خبرنگارهای فلاکت هستید. زهرا چرا جنگ کردید؟ داملازیو در محله اجاره میگرفته است. این راست است؟ راست است اپا جان، همین خیلی قرار دادم. دیشب داد و پیخونی اینها رو میدیدی؟ زهرا این داملازیوت رو عذاب میدهد، یعنی با تو ناحرمتی میکند. گوش کن، اینها رو از ما پنهان نکن. من یک خواهر دارم، نمیگذارم که کسی تو رو عذاب دهد. نه اپا جان این خیلی نیست، تنها از اینجا کوچیدنشون نخواستم، همش همین. هر چرا نباشد ناگهان این آدم کوچیدن خواست. عزیزم لیکن یک مسئله خرد را اینقدر وهیمه کردید. چی بوده است؟ داملازیو یک شخصی کلان با عقل با فهم چی کردنش را خودش قرار میدهد. فروخ بخیر است؟ چی شد؟ یعنی نخست طرفدار داملازیو شدی؟ چی ده پس؟ داملازیو آدمی خوب است، آدمی خوب. گوش کن، تو این رو همچین یک مسئله عادی فهمونده ایستاده، اما چرا این آدم ناگهان از اینجا کوچیدن میخواهد؟ عجبا نیت جدا شدن را دارد و آهسته به این اشاره کرده ایستاده است. هیچ علاقه ندارد. آخر بعد از فوتیه ناگهان این خیلی قرار دادن هم کمی عجیب می نماید. عزیزم شاید از سببی از جمع چند داشتنش کوچیده است. شده نمیتواند بخیر. چیزی که نباشد. بسیار سر و کار گرفتن نیستی. اینها جوانند، در بینشان این خیلی چیزها شدنش ممکن. این هیچ اهمیت ندارد.
جنابان لطفا خیلی نکنید مسابقه دعاخوانی چی مگر زبانده است ها؟ در این کار خطاگی نیست. معلوم میگردد که داملای ساخته کی است و حقیقی کی. آقای کنمان گوش کنید، من اینجا با شما خطاب میکنم. چرا؟ چون که من مهمان شماام. من اینجا برای چی آمدم؟ برای چی آمدی داملا؟ برای نجات دادن داملا از دست آدمان شما آمدم. راست. لیکن آخر حالا مانند کودکان مسابقه دعاخوانی میگوید. این هیچ زبانده نیست. این خیلی نکنید. اکا زبانده نمونش چیه؟ من یکم چیزی به منطق نگفتم آخر. دعاخونن میفهمیم کدامش نیست. آخر بس از آقای کنمان لطفاً با این سفسطه خاتمه دیر میبیم. هی! خاموش شوید! هی تیلا ابلهی نابکار! تو کیستی که داملای بزرگ داملازیا رو امتحان نگیری ها؟ حاضر من با تو نشان خیلی ها! رو با من کنه باره این نمکی کلاغم با تو پاکی رو بکشان بکنم خاموشا ادامت رو گیر خاموش نکرد رفته بسیار آدم بدبخت بوده است. زهرا عزیزم تو رو من حاضر میایم. بایلش عزیزم تا بازدید اپا چی شد؟ در اصل با شما چی شد تو فهمون؟ اپا جان فهموندم یکون چیز نشده. زهرا مرا گوش کن. مگر این داملازیا با تو بد رفتار میکند؟ نه تنها یک مسئله خورد بود. با من فهمونده میتوانی. من اپای تو هستم. غرور کردنت لازم نیست آخر. آی گریه کنم بعد باور میکنید. مرا گوش کن. مسئله خورد میگویی اما این آدم چرا بر اومده رفتن خواست برای همین؟ نه عجبا داملا یگان تای دیگر دارد. یا په همینش نمیرسید. سفسطه نگویید آخه. چرا نباشد؟ مرد نیست مگر همه‌شون یک خل هستند. اپا جون سببی که تو باید نه اون نالم قهری همین خیلی فکر کرده ایستاده عزیزم. یا خدای توبه گویا که میدونسته باشد. آخر تو هم باز باور نکنی. مرد هستند همه‌شون یکند. اپا جون خواطر نشان زیو این خیلی نیست. من رفتم. نمیکردم ساده. تیرزه ها بسیار تنوکند اما روزانه بسیار گرمی میگیرند. باز اگر یک توزه کنید زود آمده میتوانید. ماشینه جامشوی یخدان نو نیستند اما کارهایتان رو تمام میکنند. یگان پرابلم نیست که خانه 100% بیا یک مصلحت کنیم. خانه در گرم نیست اما اگر اجاره گیریم و بیزن ها نمیدیم از اول گفتمونم. یا خدا توبه برادر چی خیلی گپه مرده که بیزن به شما را آدم نیسته. خانه را گیریم زن پیدا میشود. حاضر است کلاس میسته. داملا میسته. کی میشیند؟ ایشانی داملای مسجد میشینند. بعد اویلش میبیاید. حاضر از شهر بیرون است. همه کس انا داملا. سلام علیکم. و علیکم السلام. نام این کس زیادالله کسبش داملا. این کس بنده خدا نام زنش هم باشه اپای زهرا. استاد چی گپ است اجری ما را از کجا گفتی؟ استاد یک سوال دارم. سلام کمی نفس گیر باز افتاده نموری. استاد سوالم این که اجری آخر نمیگریزیم بعد میپرسی. شما در حقیقت داملای مسجد بودید. حالا پورا باور کردم چون این برادر گفت تنها برای خانه رو اجاره گرفتن فکر کردم. همه خیر اکجان مرا باور نکردی سخت خفه شدم. امورم شاگردای همه ایشونه. به خدا خفه نشوید. حاضر به هیچ کس باور کرده نمیشود. راست میگید وضعیت بد است. پولتان رو بتم اکجان. این اکجان 985 ما بقد حساب کن. ما 990 شد 10 سم دیگه شه آخری ماه که مایلش. استاد در جنت پول هست چو که نه؟ در جنت پول رو چیکار میکنی؟ استاد برای بیچارگانی که در این دنیا کمبغل بودن پول نداشتند خدا در آن دنیا برای هوسایشان رو شکنن پول میدهد با اونها. یا خدا توبه تو مگر یگان کس را دیدی که با آخرت با پولش رود؟ استاد از اینجا بردن رو نمیگویم در آخرت پول هست یا که نه؟ برای انسان بغیر از چیزی از اینجا بردهش دیگر چیزی نیست. گندم کاری گندم میگیری جو کاری جو میگیری.
تو برای این رو پرسیدن از قفای من آمدی ها؟ نه استاد آزی انا این امک پول حساب کرد یک کمی سوال با سرم اومد برایم. خدا را شکر که به عقلت آمده رو نبودی دیگه رو پرسیدن رو سر. تشکر، خدا از شما راضی باشد استاد. من در وقت مساعد نمیایم. پرداخت رو میکنید؟ البته میکنیم. سلامت باشید. تو بازدید. مایلکه برادر من رفتم از چیز شورم رو گیرم بیارم بعد با میخریم. مالش تو را استاد اکنون خانه اجاره گرفته، سوال اساسی هم رو پرسم. هیچ بخیر باشد مبارک شود استاد نمیگویند دائم سوال استاد بخیر باشد مبارک شود چشم نرسد انشالله. استاد اکنون سوالم رو پرسم از شما. پرس هجری پرس که همین درد تمام شود. استاد انا آدمانی که به بهش میروند مانده نباشه دکه زلفقار. سلامت باشید. بابایم میگوید که با دوملازیا گپ زده دل او رو بیوب. خیر نباشد رو به سوی محله. مجبور. با تو دوملازیا برای کار. انشالله مناسبتتون خوب میشود. انشالله سلیم دعا بکن. مایلش رفتیم. هجری چرا از قفایم میوی؟ سوالت رو پرسیدی جواب دادم. رو از پشت کارت شد. استاد چون که یک سوال دیگر دارم. این سوال های تو تمام شوی ندارن. با یک تاش جواب میدین تو دیگرشون میپرسی. پرس. رحمت استاد پریزرکی خیالی موجود است؟ هجری نیست. آخر از نامش معلوم. خیالات. اگر خیال نکنی نیست آخر. نیست نترس. فهمه استاد زامبی چی موجود است؟ آنها هم نیستن. وامپیر چی؟ هجری تو فیلم های دهشت انگیز تماشا کردی؟ استاد این شب در کاخ نوروز تماشا کردم. دهشت بود. یک وامپیر رو دیدم دندانهایش تیز. هجری آن فیلم ها رو تماشا نکن. فیلم های دهشت انگیز تماشا میکنی بعد به نزد من میوی. تو رفته فیلم های تربیوی تماشا کن. مایلش استاد نکیم وامپیر موجود نیست نگفتید کو؟ خدای صبر ده. نیست هجری نیست نترس. یا الله. باز تو از کجا پیدا شدی؟ شما را دیدم اومدم. چی شد؟ تو چی برای این میپری؟ خودش آخر ترسیده ایستاده است. استاد سعید جان وامپیر نیست. خداوند با من صبر عطا کن. سعید جان کمیراگر لکی سردارم روسراهای خانم سلن سرخ شدن. مکتوب را من ننوشتم میگوید ناز کرده. پسرم آخر دختر گفته است که مکتوب را به تو ننوشتم. باز چی گوید؟ بیا ما سردارم اگر تو هم در جای سلن نبودی ایزاتا نمیگفتی. لبن بیهوده گپ نزن. از قفای دختر دویده خودت را شرمنده نکن. سردارم در این شرمندگی نیست. چی خیلی عشق. آخر دختر گفته است که مکتوب را به تو ننوشتم. معلوم است که در حیاتش دیگر کس است. دیگر کس است؟ انیق یکم کسی دیگر هست. نه ناممکن است. سردارم شما دروغ میگویید. پسرم دیوانه نشو. من به تو چرا دروغ گویم؟ در حیات آن دختر یکم کسی دیگر هست نیست فرق ندارد. مهمش آن است که تو در حیات آن دختر نیستی پسرم. شما دروغ میگویید سردارم. سلت به من مکتوب نوشتند. مرا دوست می‌دارد. در حیات رو تنها من هستم. نامرد تو اونالی بخیلی. تو چی کار میکنی؟ دیوانگی نکن. چی کار کردی؟ هجری با خدا آخرین سوالت. دیگر سوال نمیپرسی. مایلش آخرین سوال. استاد ما چرا فرشته ها را نمیبینیم؟ یعنی سوالت همین بود؟ بله استاد. چی شد معقول نشد؟ ایتو خاموش شو. خدای توبه. هجری دیگر در نزد این کودک از من سوال نپرس. فهمیدی؟ من کردم. مایلش استاد. این دامول جوابش رو نمیدونن. اکا هجری نگاه کن رگم زده است. اکا بیا رفته از دیگر دامول میپرسیم. خدایا سلام. یا خدای توبه. این چی گپ است؟ سحری عید است. همه دیرون برآمده است. دامول شما اینقدر عالی همتید. به شما هم روز بخیر. روز بخیر خانم. روزتان بخیر باشد. سبب این زیارتتان در چیست؟ برای صحبت کردن آمدم. اول با سوالی اکا هجری جواب دید بعد صحبت میکنید. چی بوده سوال؟ فرشته ها رو چرا نمیدیده ایم؟ گرچه من یک توش رو دیده ایستادم اما اومت رو میخورم و اینقدر تو شیرین زبانکی. بعضی ها گرچه که چشمشان کور اما بله همینش نگفته مونده بود. بله دومولو کنی بگوید چرا فرشته ها رو دیده نمیتوانید؟ حالا در این باره
عالمان فکرهای گوناگون دارند. بعضیشان میگویند که فرشته ها رو دیده نمیتوانند. چرا دیده نمیتوانند؟ چون که تکنولوژی حالا آنقدر پیش نرفته است. فراموش نکنید که اتم در اول دیده نمیشد، بعد به پارچه ها تقسیم کردند. دیگران چی میگویند؟ دیگران گفته انا عالمان دیگر باشن میگویند که چیکاری نکنید فرشته رو دیده نمیتوانید. چرا؟ چون که این با تکنولوژی یگان ارتباط نداره. شما فرشته ها رو تنها هنگام وفات کردنتان، وقتی با آن دنیا رحلت کردنتان دیده میتوانید. همین خیلی است. هجری فهمیدی؟ خدا راضی باشد استاد، ما را از باری وزن رها دادید. جایت رو یافته هجری، باز در نزد زهرا. یک دقیقه من چیز رو نفهمیدم. آخر برای فهمیدن تو نفهموندم، من برای هجری فهموندم. هجری تو بابای فهموند. مایلش استاد. سعید جان گوش کن، فرشته ها یک دقیقه اکا هجری تو باید برای نفهمونی. اول داملا و ما شیرین نیکران کند خوب میشود. این رو از استاد پرس. این بچه اصلا سر نشد. خوش آمدید دامولوز. خوش باشد خانم سیبل. یعنی این کودک رو نزد شیرینی ها برید در یگان جو آن را جا بجا کنید، خرسندانه با آنها زندگی کند. کنی رفت سعید. تو ما رو پیش کرده صدایی؟ چرا تو رو پیش کنم؟ ما یک مسئله شخصی داریم. بله، ما با فاتحه شدیم یک صحبتی مخصوص داریم. حالا هم فاتحه شده میگوید. با شما چی بیارم دامولو؟ یک چای. بیا رفتیم سعید جان. از کدوم شیرینی به تو دیهم؟ از هر دویش. مایلش رفتیم. مرحمت خانم، شما را گوش میکنم. این رو بین، این رو چی خونک رفتار میکنه. یک رفت دامولو در کوچه گپ زدن نتوانستیم. برای در نزد بابایم مرا شرمنده نکردنتان برای شما تشکر میگویم. خواهش میکنم. من شما رو در نزد بابایتان در وضعیت دشوار گذاشتن نخواستم، اما اکنون با زبان خود نشدن این کار رو با او میفهمانید. نه، اکنون من خوب باور کردم. چرا؟ شما از مرا اذیت دادن لذت میبرید. شما در حقیقت در این باره جدی هستی؟ خانم زهرا، من خانه جورک گرفتم، انگشترین رو پرتافتم، مولدار نمیشوم میگویم. مثلا پشیمان هستم گفتن میتوانید؟ خطاکار هستم، بسیار واهمه کردم، بسیار عذر میپرسم گفتن نمیتوانید؟ برای عذر پرسیدن هزار راهی دیگر است. عجبا، من باید عذر بپرسم. کنی دیر سعید جان. دامولو لطفاً داد نزنید. شخصانی که از بیرون ما را تماشا کرده ایستادن فکر میکنند که ما جدا شدیم. آخر ما الکی جدا نشدیم. نه، جدا نشدیم. تنها یک مسئله است که ما بین خود حل کرده ایستادیم. فقط شما کمک نکرده ایستادید. خطاکار باز منم. البته جانم، من آخر از اول خطاکارم. یعنی از برای این خیل بازی را قبول کردن من خطاکارم. باورم نمیآید اینقدر شما خود پسند هستید. مرحمت دامولو، از زن شما مثل هر وقت بر این سیب سیاه. سلامت باشید خانم سیبل. تشکر. گپ در چی باره بود؟ در اون باره بود که شما خطاگیتان رو فهمیده از من عذر میپرسید. نه، نمیشود. من دردم رو فهماندن نتوانستم. یعنی اینجا قبول نمیکنم. مایلش، من دیگر شما رو مجبور نمیکنم. بسیار خوب میشه. زهرا، اگر من رو دوست می‌داشتی با یگان تا این احتیاج نبود، اما شکر خدا در آخر با فکرم جدا شدم. سبب تو دامولوزیا رو تماشا داری؟ نه اپا، من همین خیلی. زود به من کمک بکن. ای خدا جان، نرانه آمد به من خدا جان. اگر میدیدید مکتوب عیناً برای من نوشته شده که بود. این مکتوبتان خودتان را و عشقتان را بلازه نده. این حال را بین، آشخانه را چی کار کردی؟ نه
سلن مرا دوست می‌داره سردارم. زنها میخوان که اداره کنی در دستشان باشن. سلن در مکتبش نسبت من بسیار ترش اعتراف کرد. خیلی دختر با ناز داره. دیدی که یکی با ناز کرد. من چی میگویم این چی میگوید؟ دیوانه تیاره. یعنی میدونی سردارم قلب سلن تنها با من بودن را میخواهد. او چی خیلی که پیش گفته بودم رفیق سردارم دختر به ناز نمیشود. آش به کرشکا روغنی پخته. سردارم سلن مرا میخواهد اما ایزا میکشد. عشق و عاشق از همین چیزا سر میشود. اوه حالا همین حسیات اصلیت را گرفته پسرم کمتر بناموز شو. دختر تو را نمیخواهد. چرا اینقدر از پشتش میدوی؟ اینقدر پس نشوی؟ خیلی چکار کنیم سردارم؟ درد خودم هم کم نیست. سری من هم ویران است. من هم میتوانم همه را چپا گردان کنم. همه آشخانه از آن من است. تبخم. سردارم من از سلامتی شما شبه دارم. یک با نزد دکتر روید، نزد داملا روید، دعا خوانند. این چی گپ است؟ اگر مشکلی انگلی باشد رفته گپ زنید. با یک آدم 30 سالش کالا این طبق و قاشق پرداختن زیبنده است مگر؟ چی خیر گپ زنم؟ چی خیر گپ زنم؟ حالا باشد با تروینات چسبیده است. در این باره میگم نگم نکی میگم بگم میگم بفور نفرت میگم. همین خانم سرویناز با فکر شما از دیگر شعبه با شعبه خودم و با خاطر شما نکوچه. دمت را گیر. بچه چکار کنیست های؟ شاید همون سرویناز چی خیلی که سلین مرا دوست میداره شما را هم دوست میداره. انا برای همین سرویناز او شعبه با شعبه ما اومد. این موضوع رو میپوشم پسرم بس است. سردارم زن اگر دوست دارد جانش فدا میکنه. بیهوده نمیگویم که عاشق دیوانه است. اوه مثل مجنون گپ زده. دیدم کارای کردت رو. دیدم بین پسرم اینجا رو تاب تازه میکنی. همه این رو تو کردی فهمیدی تازه میکنی. اگه گویا که خیلی تمیجه را تازه میکنی. البته که تو تازه میکنی. در کجا تازه میکنی؟ بخیر تیز تازه کن. چون آسمانی روشنی لبخند گل در گلشنی از من جدا و با منی من دوست می‌دارم تو را. چیکار میکنی؟ نعمت به زمین پرداخته نمیشود اما تو هم برای من یک نعمت هستی سلی. یعنی ناخواست پایهات لغزیده به زمین رفتی تو را از زمین برداشته 3 بار به سرم مالیده به یک جای بلند میگذاره. به فکرم سفسطه گفتم. نه بسیار زیبا گپ زده ایستاده ای. پسند آمد گرچه تو با من راهی معقولی. یعنی؟ آخر تو را دوست می‌دارم سلی. با تو احتیاج دارم. چه خیلی که قلم برنگ گل با آب احتیاج دارد من با تو احتیاج دارم. من از راستی میگویم ها دلی دوست ندارنده یا با دیوانه یا با مرده تعلق دارد. خدا را شکر که دیوانه نشدم حالا هم نمردم. یا ها بگو یا نه بگو که دیوانه میشم و یا خودم را میکشم سلی. کنعان
تو چه خیل آدم بوده ای؟ حالا از هیجان دست و پایم میلرزد. میبینی طبیعت حتی برای ما چقدر رمانتیک است. برف میبارد، با من پیر میشه. یعنی درم آخر دراز لذت حیات را چشیدم، همدرد شدم، چشم به چشم، پا به پا خوش پیر بشوی. یا که اگر خواهی من پیر بشوم تو جوان میمانی دایم یک جای میشوی. بله گفتم پیر میشوم. یعنی راضی هستی با من آینه دار بشوی؟ راضی هستم. آفرین کنان، موفق شدم. هاجو دویدم، مانده نشدم، حزم کردم، من غالب شدم. سری آینه دار بشم، آینه دار بشم، آینه دار بشم. سری آینه دار بشم. اونوش دست آینه دار. اکا برخیز، آینه دار بشم. برخیز سری. سری اکا کنو. یک باری دیگر بگو سری، یک بار دیگر بگو. اکا کنو. یک باری دیگر بگو. اکا کنو خیز. خیز بگو. اکا کنو. من برای بیدار کردن اومدم وقتا. تو ما راضی که خب چرا بیدار کردی ها؟ قریب پایم گهد آغوش کرده تاب خورده ایستوده بودم ها؟ این خونسگی مرا بسیار دیدی ها؟ تایلاق از من چی میخوایی ها؟ خوشبختی مرا نمیخوایی؟ کنی بگو من تو را چه خیل کوشم اده ها؟ تو را پارا میکنم، پارا میکنم. مگر من مثل تو بدبخت شوم؟ گبزن میگویم. حضور میفهمیدم به طور نمیکردم بکا جون. فیلمت از سرت ماند دیوانه تایلاند افیون شوست میشم. تو ناگهان چخیل با من روبرو شدی؟ نوکه خودم عشق کنم را فراموش کرده بودم، از سرم دور کرده بودم. ناگهان با مقابلم برآمدی، مانند کاغذی از پرینتر نو برآمدی. نمک لبایک یگان چاره نیست مگر؟ در اصل چورای هست اکا، نمیدونم میشود نمیشود، انیق کردنم در کار. چی بود است تو؟ همین دوملوزیو است کو؟ دوملوزیو هر چی شد است با دوملوزیو؟ اکا دوملوزیو دختر عشق هم بود است. چی؟ به شوخی اکا. دروغ نمیگویم اکا، دختر عشق هم بود است آخر. همین دوملوزیو دختر عشق؟ بله اکا، با چشمونم دیدم، با گوشایم شنیدم. میگویم که یک از رو برایش گرفته میگوید که اگر رقصی سلسه کنی این خیل میشود، رقصی بچه تکنی این خیل میشود، یا مرابوی ارگن که خوری زند این خیل میشود. ای بچه میدانی گوشهای تو بسیار چنگ و خاک گرفته است. یک گوشویت را خوب کشیدن لازم که تازه شود. دوملوزیو دکتر عشق بوده است؟ بله اکا. رقص سلسه، رقص بچتا، مربای ارگانیکی اکا. این خیلی ناممکن است. اکا چرا به گفتهای من باور نمیکنی آخر؟ خاموش شو، دمت را گیر. دوملوزیو دکتر عشق بوده است. توبه کردم خدایا. جواب ده حاله، جواب ده زنک جان، با تلفن جواب ده. اونا درو تختخ کردم، با فکرم نشنیدی. پریشان شدم. برای گرفتن معلومات ها اوید با پرونده کالتاکی لوس آمدم. از تو هم باید معلومات ها رو گیرم.
مگر از تو حساب این را نمیپرسم در نزدی ها ما به نجی انبور تهدید کردن؟ تهدید کند مایلش شما را وای بسر از زد. بازی را بس کنید. دامولازیا گفتنی آدم را به من بیارید. سرداران آدم در زیر حمایه کنانی دیوانه. کنانی دیوانه؟ بله سردار. این را بینه کنانی دیوانه هم مرا شنیدن او را یافته به نزد من بیارید. اما کنانی دیوانه؟ نامی کنانی دیوانه را نگیرید. دیوانه باشد من از او دیوانه ترم. زود روید او را یافته به نزد من بیارید. زود باشید. ای دامولازیا هستی نیستی اگر من هم تو را به بالای سنگ مصلایی مسجدت نخوابانم مرا نجی انبر نگویند. کسی که به من دست برداشته است به مرگش امضا مانده است. چی شد؟ اون زبر یک تو رو ترک کرد؟ سعید جان طبعم خیر است. از دستم یکون نخوشی میوید. آخیران دختر به تو موافق نبود. غمگین نشد. تو گپ رو نمیفهمی. طبعم خیر است میگویم. یکون کمودی باشد گپ زن. کمکت میکنم. یا خدایا چرا مرا در بین اینها گذاشتی؟ چی گفتی که رفت؟ یکی او را رنجوندی گپ زن. در بالا ماندمی خاموش نمیشود. تو زبانی زنان را هیچ نمیدونی. دختر خوب کار کی رفت. سعید جان حالا که تو رو در اینجا از رخ دیشب تکش میکنم. دومونو کودکی عجایب است. یه نپرسید عجایب و غرایب. اگر پدر و مادرش را یابم در حقیقت میپرسم که این در کدام وقت سحر نیستی روزی بیگاه تولد شده است. دامولازی الدین جان میبخشید صحبتتون را بریدم. بیا بریم وقت شدن نیست کار داریم. بخیر است دومونو؟ من با محاله کوچیده شدم. دومونو میبخشید برای چی کوچیده با من میگفتید؟ همه خیر لازم آمد. یک خانه دو اتاجه برهوا را خریدیم کم کم دیوالش ریختگی امو را میگیم بریم استیاشکا کنیم انا بعد راحت کنیم با کنسنری LG داره. گوه من نکن شبکت. دومونو به شما کمک لازم نیست؟ نه تشکر زیاد خانم. در کار است خانم سیوال اما پردام و قیمت های اما را میشتی اخی کاری زنکی ده کن. شبکت با جان دیرم بخشش با اجازت شما. خیر مالش موافقون رویم. بیا رفتم شبکت. خیر تو باشی. مالش خوب مانه. مالش شبکت رفتیم. اپا اینها انیق بزرگ رو جدا شدن. شنیدید دومونو خونش رو هم ایواز کرد. اوه سیوالو تو یک بار از پی کاری خودت چه اونقدر پرسند میشوند که آخیر مادر چرا شما جدا شوی زهرای دومونو رو دستگیری میکنید؟ من نفهمیدم. نمیفهمد میلیس نمیفهمد. یعنی اگر اونها جدا شوند زهرا در چشم بابایم خوب پس میشوند. بعد باشد نامی نبیره دوست داشتهش رو دیگر با زبان نمیگیرد. خیر چی شد؟ خیر اگر جدا شوند با سمی یک جا میشوند. سفسطه نگو میلی. چرا سمی با زهرایی که در چشم بابایت پس شده است یک جای شود آخر؟ یعنی با فکرت چرا یک جای شود؟ یک جای نمیشوند. یک جای نمیشوند. چشم سمی بغیر از نبیره بهترینش دیگر هیچ کس رو نمیبیند. یعنی بغیر از تو. با این کفالت میدهید مادر جان. اگر دومولازی زهرا را ترک کنند من باشم او را با دومولای سخته بودنش تهدید میکنم. بله تیارم. میبرویم؟ رفتیم. با کجا؟ کمی بعد میبینیم. حامله دار هستید. حامله دار هستید. چی؟ از اونا پنهان کردن نمیتوانم و این حق ندارم. زهرا بیا دخترم. بشین.
با دامولازیا گپ زدی؟ البته که گپ زدم بابا جان. دلش را یافتی؟ چی؟ بابا جان خوب هستید؟ خوب نیستم زهرا، هیچ خوب نیستم. به نزد دکتر رویم؟ به نزد دکتر رفتن چاره نیست دخترم. در اینجا چند روزی عمرم باقی ماند، این را نمیدانم. هر سحر هنگام از خواب خیستن اکرم امروز هم طاقت بکن میگویم به خودم. برای آیله برپا کردن زهرا یک روز دیگر نزدیک شد میگویم. به او یک توی با دبدبه و با حشمت میکنم میگویم. بابا جان التماسی میخوید نگویید. خوبم. حالا تو به من حقیقت را بگو. شما از برای زاغ سیاه جنگ کردید؟ بابا جان شما هم به گفته ینگه تولین باور میکنید؟ باور نکنم؟ البته که باور نکنید. نباشد دامادم را بیار. دامولازیا را در بر تو دیدن میخواهم دخترم. آخرین گپم همین. مادر شما چیکار کرده ایستاده؟ از پشت پدرت میپوییم. چی؟ پدرت امیر چیکار کرده ایستاده است میلیس؟ پدرم؟ اینه آخر دخترم ساعتم نشد چشمانت را کشو. یعنی آخر بعد از این 30 سال ورزش کردن ها، لباسهای زیبا پوشیدن، با من زیر بر اومدن ها، امیر چی گپی هست میلیس؟ مادر چی شدنش ممکن؟ پدرت من فریب میکنم. مادر سفسته نگوید؟ من سفسته نمیگویم میلیس، پدرت سفسته میگوید. آخر بعد از این 30 سال این سال کار کردن و با کجای تو میگه فرو هم کال هم بوچ هم پرده. اما من این رو همین خیل نمیگذارم. اگر این حادثه رو اشکار نکنم نامم تولیمه. مادر چیکار میکنی؟ پای بردن رو آغاز میکنیم. با او عینک هیچ چیز رو نمیبینم. آخر پای بردن رو آغاز میکنه. با این حادثه شاهدی میکنی. مادر حالا شاهدی کردنم تنها رش بردنی شماست. هیچ رو کنی. کمتر دقت کن. بچه ها استاخی میغلطه میشکنه با اکرم میرسون. که هجری؟ لبای سیجان دودارکم. هجری چی معنا دارد؟ هجری در لغت ها با معنای سال شماری آمده است. خیر یک چیز دیگر پرسم. بپرس دادر جانم. چرا این نسلی تو یک است؟ کی دامولازیا؟ بله در باره او گفت زده شدم. فقط از او یگون شخص دیگر یک است؟ این خیلی نگو سیجان. دامولازیا بسیار انسانی مبارک است. این خیلی نگو. و فکری من با انسانی خوب علمونانی ندارم. تو انسانی خوب هستی. خدا را توبه. با تو چی شده ایستاده است؟ بسر ما متخصصی آدمان شدی؟ از آنه که از پسم گپ میزنی کارت را کن. علاوه بر این تو اینجا چی میکابی؟ انا دیدی دستگیر شدی. از پشت انسان‌های مبارک گپ نزن که آنها میشنون گفته بودند. او را مبارک نه بلکه شخصی اخص میگویم. خاموش شو. زرباش زود دامولازیا را عصبی نکن. اینجا رو بین. در اینجا زندگی میکنه. از آنی که به اینجا کوچیده است معلوم میشد که از تو بسیار رنجیده است. دامولازیا رو در حال از اینجا برآوردنم لازم سلیم. البته که اول خودم رو لازم. کارت مشکل است زورو جان. به خدا که بسیار مشکل است.
این روبین همین که فرصت یافت خودش را به دنبالا نزدیک میکنه. به خدا بی‌ار بود است، بسیار بی‌ار. بیشتر مهیا برادر این خانه نیبو مغازه برای یک کس میدروید دیگرش میبراید هیچ چیز رو نفهمیدم. این دومولو است بسیار کس به زیارتش میآید اما البته که تنها میماند اون وقت دستگیرش میکنیم. خدا تا چرا از پشت من نمیای رو از پس کارم. پدر جان کمک کرده ایستادم اما خوبی رو هم نمیفهمیده. این دومولو کودک هم داشته است؟ دومولو ایلادور بوده است. من تو رو چند بار گفتم مرا پدر نگوی. دومولوزیو سلام. بخیر است؟ معلوم که به اینجا کوچیده. یا خدا شما در اینجا چی کار دارید؟ در کجا زندگی کردنتون رو دیدنی اومدیم. این همون دختر نیست ها؟ با فکرم مادر یا کودک است. یگان جای واهمه نیست از 2 حجره و یک مهمانخانه عبارت است. سلیم بیا قصری بر هوای دومولو رو دیدن می‌داریم. با اجازت شما. مرحمت. سلام. با اجازت شما. الو سردار نزد دومولو سرودم است هیچ تنها نشده ایستاده است. سردار دومولو پسر داشته است. دومولو را دستگیر کرده نتوانید اقلا کودک را بیارید. مایلش سردار. سردار چی گفت؟ کودک را دزدیده بیارید. شما چرا اومدید؟ ما همه کارو کرده ایستاده ایم. آخر فاتحه شده هستم برای کمک کردن. اما برای شما اینجا کار نیست. اما در اینجا آدمان اینو در کار خیلی زیاد هستن. ما یگان کاری موافق را برای خودمون مییابیم. شما خواطر نشوید. رفتیم سیدیم. مادر این عینک کلون است در چشمانم نمیایستد. آخر در چشمان تو چی میایستاد؟ یک چیز میگویم این کار با ما هیچ زیبنده نیست. علاوه بر این نسبت پدرم هم بسیار عیب میشود. پدرت وقتی کارهای بد کند عیب نیست و وقتی که ما او رو پیگیری کنیم عیب است. آخر از کجا میدانید که پدرم کاری بد میکند؟ بیچاره کمی به خودش اهمیت دادن رو سر کرد. ورزش میکند شاید لباسی ورزشی میخرد. بله راست میگویی بسیار راست میگویی میلیس. یعنی یک با محبوبه شناس نکردن مانده بود. این چیزهایی که شما دیدی کو همش قسمتی مردانی فریبگر است. اگر ندانی بیام. اوف مادر سفسطه نگوید مگر این خیلی میشود پدرم رو در این سن و سال که نگاه میکند. یعنی بغیر از شما گفتنی بودم مادر جان. آخر شما برای یکدیگر به دنیا آمده اید. خاموشه اینقدر گپی بیهوده گپ نزن. زود باش حالا پدرت رو از دست میدهی. عینکتان رو مانید. زود باش میرویم. بیا ای مادر جون. مادر بیایید چای تیار است. همه بیایید. پدرنا دیونه ای خانم سیوال چیکام از گرسنگی رنگی نیمون طاوق نمیفته. با تشکیلی زده کو با هم اشتیایتون. ای خوراکای خونه بابا اکرم و مزه ای. در حقیقت دوستان به همتون تشکر زیاد. اگر شما نمی بودید از عهده این کار نمی برآمدیم. دومولو جان کام خانه نصیب کنه تا بود تا همجا برویم. استغفرالله. شما نمی خورید؟ تشکری زیاد گرسنه نیستیم. با اینجا گذر پینان شو. لباسه که قبیده دستانت شکند فروخ. این لباس رو با کدام زنی که میگیری روزی اولی پوشیدنش انشالله رویش پر از خوب داغ قهوه کچوب شود انشالله که میشود فروخ.
مادر چی شد؟ اوف، درباره کدام زن گپ میزنید؟ درباره اون زنی که لباس رو با او میگیرد. شاید برای شما گرفته ایستاده است. پدرت هیچگاه با من لباس نگرفته است. همه لباس ها رو خودتون میگیرید آخر. همین خیر؟ بله. میبخشید خانم، یک لباس گرفتم در تنتون چک کنم میشود؟ آن اون زن خیلی زیبا ها؟ تو را میسوزانم فاروق، میسوزانم. یک طرفی یک طرفی وقتی چه وقتی رو گرفتنم لازم. تو یا مادر جان من رو سرده. مادر جان سرده خیلی سرده دختر، سرده. مادر جان تشکر خانم زیبا. آماده ایستاده است. بخشش یک چی پرسم؟ لباس های زمستانی رو نمیداری در کدام طرف است؟ ما از کجا دونیم؟ مگر ما اینجا چیکار میکنیم عزیزم؟ ببخشید ناراحت کردم، ببخشید. نه ملیس انیق چه هیله دارد؟ انیق رفتیم تا که او رو گم نکنیم. رفتیم دخترم. جمستانم در کجاست؟ رفتیم زودر. مادر جان بایسته آخری کنم. مادر جان